درود بر شما، من مسیحا یوسف پور هستم و ازتون دعوت میکنم که با یک پادکست دیگه ما رو همراهی کنید. خب ایام عید نوروز و نوروز 1404 رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم که امسال سال بسیار خوبی با کلی اتفاقات خوب برای مردم ایران و برای کشور ایران باشه. به همین مناسبت پادکستی که انتخاب کردم درباره مراسم عید نوروز در استان گیلانه. شاید کسایی که قدیمی هستن در گیلان این مراسم رو به خوبی بدونن، مراسمی که قبل از عید نوروز و بعد از اون در استان گیلان اجرا می شد، اما شاید نسل جدید این موارد رو ندونن و بازگویی اون فکر می کنم که خالی از لطف نباشه. منابعی که در این پادکست از اون استفاده کردم مجموعه مقالاتیه که درباره عید نوروز در استان گیلان نوشته شده. ازتون میخوام که من رو همراهی کنید. مردم گیلان همواره در پایبندی به سنت‌ها و احیای آداب و رسوم پیشتاز بودند و هر ساله آیین‌های سنتی نوروز در این استان با ویژگی‌ها و جذابیت‌های خاصی برگزار میشه. نوروز میراث مشترک و نماد وحدت فرهنگی ایرانیان در طول تاریخ همواره با آداب و رسوم و آیین‌های ویژه‌ای برگزار شده. اگرچه آیین‌های نوروزی و آغاز سال نو ریشه جهانی داره، اما از منظر اسطوره‌شناسی آیین‌های نوروزی ایرانیان بومی و مختص این سرزمینه. آیین‌هایی که با اشکال مختلف و با محتوا انجام میشه. در این پادکست به بررسی آیین‌های ویژه نوروز در خطه سرسبز استان گیلان میپردازم. آیین‌های نوروزی در گیلان از اسفند آغاز میشه و تا 13 به در ادامه پیدا میکنه. این آیین‌ها در 3 بخش آیین‌های پیشواز از نوروز، آیین‌های ویژه عید نوروز و آیین‌ها و مراسم مربوط به 13 به در جای میگیره. استقبال از نوروز در گیلان با دیچین واچین یا خانه تکانی آغاز میشه و با برگزاری آیین‌های مختلف و چهارشنبه سوری به پایان میرسه. دیچین واچین یا خانه تکانی یکی از آیین‌های پیشواز نوروز در استان گیلانه که با خانه تکانی نظافت و تزیین پوشش دیوارها و کف اتاق خانه ها آغاز می شد. در گذشته که خانه های محلی مردم گیلان از مصالح بومی مثل گل و چوب تهیه می شد، بانوان گیلانی در اسفند ماه در هر خانواده با تهیه گل رس برای گیل کار کف خونه رو تمیز می کردند و با نوعی گل به نام سفید گیل یا سفید گل که در برخی مواقع رنگ‌های همچون سبز و آبی کمرنگ که نمادی از طبیعت زیبای گیلان رو به خونه ها می بخشید، دیوارها رو تزیین می کردن و پرچین‌های خانه های روستایی خودشون رو و نرده های روی ایوان رو هم رنگ می زدن. اصطلاح دیچین واچین رو میشه مراسمی مترادف با خانه تکانی عنوان کرد. اما از اونجا که مصالح ساختمانی گیلان در قدیم از طبیعت و اقلیم اون گرفته میشد، گیلانی ها خونه ها رو تمیز، سقف و دیوار خونه ها رو از نو مرمت میکردن و اشیای کهنه نظیر کاسه ها و کوزه های گلی رو شکسته و دور مینداختن و حصیرها رو از نو میساختن. از این رو دیچین واچین که در گیلان یکی از سنت‌های مرسوم برای استقبال از عید نوروزه، کار بانوان رو بسیار سخت‌تر می‌کرد. در گذشته خانه ها از کاه و گل بود. هنوز هم چنین خونه هایی که در برخی گویش ها به اون تلاری خانه میگن و ایوان بزرگی در طبقه فوقانی خانه که اتاق بهارخواب در اون قرار داره، معمولاً اتاقها و ایوانها از حصیر پوشونده میشد. مردم پیش از اومدن فصل بهار حصیرهای ریز و درشت رو می بردن و می شستن و وسایل خونه رو در حیاط خونه خاکمال یا با خاک و کاه شستشو می کردن. اما در مورد سبزه سفره 7 سین
ماه اسفند ماه کاشتن دانه غله هاست. در استان سرسبز گیلان مثل سایر استانهای کشور کاشتن سبزه شکلی نمادین داره. بانوان گیلانی 10 یا 15 روز مونده به نوروز در ظرفهای کوچک و بزرگ و کاسه ها و بشخاب ها و کوزه ها ابتدا گندم یا عدس و تخم شاهی رو بعد از اینکه این دانه ها جوان زد اونها رو در ظرف جداگانه‌ای میریزن و روی اون رو با پارچه های نازک میپوشونن و اعتقاد دارن که اگر چشم ناپاکی به سبزه بیفته سبزه رشد نمیکنه و سبز نمیشه. سبزه هنگام تحویل سال نو به خوبی رشد میکنه و به سفره 7 سین زیبایی و تراوت خاصی میبخشه. مردم گیلان مثل سایر هموطنان کشورمون سبزه رو تا آخرین روزهای تعطیلات نوروز یعنی 13 به در نگه می‌دارن و بعد اون رو به آب روان رودخانه میسپارن. اما درباره تخم مرغ‌های رنگی هنوز در گیلان رسم پوست پیاز، گردو یا برگ برخی درختان رو درون دیگ پر آبی میریزن و تخم مرغ‌های خام رو در اون میچینن و روی اجاق میذارن تا پخته و رنگی بشه. این تخم مرغ‌های رنگی رو روی سفره 7 سین میذارن و به کسانی که به دیدن اونها میان عیدی میدن. اما درباره شیرینی پزان نوروز 15 روز مونده به سال نو ساکنین مناطق کوهستانی گیلان شروع به پختن شیرینی‌های رنگی میکنن. شیرینی‌هایی مثل نخودچی، قطاب در شرق و شکری و حلوا در زیابر و نوع حلوای خاص در ماسال در غرب استان گیلان از نمونه‌های بارز این شیرینی‌ها هستند. یکی از مراسم سنتی گیلان نوروزخوانیه که طبق اون هنرمندان به در خانه‌های مردم میرن و با خوندن آواز اومدن بهار رو نوید میدن. بر اساس این آیین 1 هفته مونده به شب عید چند نفر شب هنگام فانوس به دست می گرفتن، 2 چوب بر می داشتن، به هم می کوبیدن و به حیاط خانه مردم می رفتن. به در هر خونه‌ای که می رسیدن اجازه نوروزخوانی می گرفتن و شعری رو می خوندن. ترجمه این شعر اینه که در اول سلام میگم به تو ای صاحب خانه و به من اجازه بده که چند کلامی رو برات بخونم. اگه صاحب خونه مشکلی نداشت، مثلا کسی از اعضای خانواده اون در اون سال فوت نکرده بود یا بیماری در خانه نداشت، به اونها اجازه میداد و نوروزی خانها اشعاری رو برای اونها میخوندن و بعد از اون صاحب خونه هدیه‌ای مثل پول، برنج یا تخم مرغ به اونها میداد. بعد از اون نوروزی خانها از حیاط خونه به خونه بعدی می رفتن و این کار در تمام محل انجام می شد. نوروزی خانها معمولاً بعد از اجرای مراسم به صاحب خانه 1 شاخه شمشاد به عنوان نماد سبزی و نیکبختی هدیه می دادن و اگه صاحب خانه در خانه حضور نداشت شاخه شمشاد رو بر یکی از ستونهای ایوان خانه نصب می کردن. مراسم تکمگردانی یکی دیگه از مراسم سنتی استان گیلانه و بیشتر در مناطق آذری نشین شهرستان‌های آستارا و تالش برگزار میشه. واژه تکم از 2 بخش تکه و میم تشکیل شده. تکه در زبان ترکی به معنای بز نر قوی هیکله که همیشه در رأس گله حرکت میکنه و گله رو به چراگاه و محلهای معین هدایت میکنه و میم ضمیر ملکی دوم شخص مفرده و تکم در واقع به معنای بز نر منه. تکم عروسکیه که به شکل حیوانی 4 دست و پا با تخته و پارچه های رنگی و آینه به اندازه حدود 2 کف دست انسان ساخته و دستها و پاهاش متناسب با بدن گرداننده میشه. این مراسم در بین 2 چهارشنبه آخر یعنی کوله چهارشنبه و گوله چهارشنبه برگزار میشه.
تکمچی ها در دهه آخر اسفند در مناطق مختلف شهری و روستایی حضور پیدا می کنند. با تکان دادن تکم و خواندن اشعار زیبای آذری فرارسیدن بهار و نوروز رو به مردم نوید میدن. هر وقت که تکمچی شعری رو اجرا میکنه، صاحب خونه با توجه به امکانات و وضعیت مالی خودش چیزی رو به عنوان هدیه به اون اهدا میکنه. البته تکمچی هم با اجرای شعر یادآور میشه که باید هدیه‌ای هم دریافت کنه. اما مراسم بردگانی در خانه‌های قدیمی گیلانی معمولاً دور خانه‌ها رو پرچین می‌کردن و خونه‌ها معمولاً یا در نداشت یا با چند چوب محوطه ورودی خونه رو مشخص می‌کردن. در مراسم بردگانی 2 یا چند نوجوان معمولاً 1 هفته یا 10 روز مونده به نوروز بره زیبایی رو از میان گله برداشته یا از چوپانان فامیل به امانت میگیرند. گردن بره رو با دستمال ابریشمی رنگین میبندند و اون رو تزیین میکنن. اوایل شب پشت در خانه‌های روستایی که اغلب حیاط و دروازه ندارن میرن و در خانه ها رو نیمه باز میکنن و بره رو به داخل حیاط میندازن. ساکنان خانه به خصوص بچه ها با دیدن بره خوشحال میشن و به رسم کهن نوروز باستانی در گیلان هر صاحب خانه به قدر وسع خودش شیرینی یا سکه‌ای گوشه دستمال گردن بره میبندن و به عنوان عیدی به کسی که بره رو به داخل خونه فرستاده میدن. اجرای این مراسم به عنوان پیک بهاری توسط دسته‌های متحرک انجام میشه و تا شب عید نوروز ادامه پیدا میکنه. مراسم بعدی آینه تاوادانی نام داره. یکی دیگه از سنت‌ها و رسوم گیلانی‌ها برای استقبال و به پیشواز نوروز رفتن مراسم آینه تاوادانی یا آینه انداختنه. این مراسم در استان گیلان و شهرستان صومعه سرا برگزار میشه. با نزدیک شدن نوروز چند تن از جوانان در پی تهیه آینه، گل بنفشه و پامچال و شاخه‌های کوتاه شمشاد و آینه مستطیل شکل با گل و دیگر تزیینات میرن و اونها رو مزین میکنن تا کوتاه و بلند نباشن. مردم محلی این آینه زیبا رو به ریسمان بلندی وصل میکنن و شب بعد از خوردن شام به در خونه دیگر هم محلی ها میرن. آینه رو به داخل اتاق همسایگان میندازن. سپس فردی از اعضای خونه متوجه حضور اونها شده و به صاحب آینه سکه و تخم مرغ و مقداری حلوا هدیه میده. بازی آهوچره یکی از رسوم کهن شرق گیلانه که در شمار بازی‌ها و نمایش‌های مقدمه نوروز در روستاها به شمار میره. گروه آهوچره 3 بازیگر داره. محور بازی آهو با وسایل مختلف، چیزی شبیه کله آهو یا بز درست میکنن. بازیگر آهو گونی یا کیسه‌ای پارچه‌ای روی سر خودش میکشه و به طوری که تمام بدنش رو پوشانده از داخل اون چوبی رو که کله آهو بر سر اون قرار داره به دست میگیره. نفر دوم گروه با خوندن شعر و با چوبی در دست نمایش رو هدایت میکنه. نفر سوم توبره کشه. هر 3 با هم کوچه به کوچه به خانه‌های روستا میرن و بازی آهوچره رو اجرا میکنن. شعر میخونن و از هر خانه‌ای هدیه‌ای دریافت میکنن. وقتی که به در خونه‌ها میرسن و شعر یا آواز میخونن، در اینجا آهو غش میکنه و تا تخم مرغ یا چیز دیگری که از صاحب خونه باید به عنوان هدیه داده میشد نمیگرفت، حالش جا نمی اومد. بعد از خوندن هر بند یا هر مصرع که مضمونش اینه آهوچره آهوچره ببین چقدر خوب میچره، این بخش به صورت ترجیباً تکرار میشه و سپس خواننده بند دیگری رو تکرار میکنه. با این کارها از صاحب خونه ها هدایایی مثل برنج، تخم مرغ و شیرینی می گرفتن.
این گروه کارشون رو از غروب آغاز می‌کردن و در چند روستا و آبادی نزدیک می‌گشتند. جوانها و نوجوانهایی که در آیین نمایشی آهوچره شرکت می‌کنند در پایان این مراسم هدیه‌ها و عیدی‌های گرفته شده رو میان خودشون تقسیم می‌کنند. همچنین با راهنمایی فرد امینی مثل ریش سفید و پیر روستا به خونه‌هایی سر می‌زنند که بزرگان خانواده برای تهیه ملزومات برگزاری جشن نوروز وسع مالی کافی نداشتند. اما در مورد مراسم چهارشنبه سوری در استان گیلان که به اون گله گله چهارشنبه میگن، گیلانی ها در غروب آخرین سه‌شنبه سال پشتهایی از خار، بوته و کاه رو درست میکردند. آتش میزدند و سپس از روی آتش میپریدند و اشعار محلی زیبایی میخوندند. اونها میخوندند گله گله چهارشنبه، به حق پنجشنبه، زردی بشه، سرخی بیه، نکبت بشه، دولت بیه. ترجمه این شعر اینه: ای شعله آتش چهارشنبه، به حق پنجشنبه زردی و ضعف و بیماری رخت بربندد و نوبت سرخی و نشاط و خرمی فرا برسه. دوره نکبت و ناکامی به سر بیاد و دولت و اقبال آغاز بشه. یکی دیگه از مراسم نوروز اسپند دود کردنه که در اون مردم اسپند خریداری و دود میکنن و به هنگام دود کردن اون هم آواز یا شعری میخونن. امیدوارم که این شعر رو درست بخونم، اما به این صورت میخونن که آتیلکون باطیلکون، تی مردما را بیرون نکن، اسفند کن چاووس بیه، مردمان بهوش بیه. ترجمه این شعر اینه که آتل و باطلش کن و چشم زخم رو از وجودها دور کن، مادر شوهرت رو بیرون کن، اسپند دود کن تا چاووش بیاد و مادر شوهرت هم به هوش بیاد. یکی دیگه از مراسمی که در استان گیلان در ایام نوروز رایج هست شکستن ظروفه. مردم گیلان در چهارشنبه سوری به منظور دور کردن نفرت و رفع قضا بلا کاسه، کوزه و ظروف کهنه رو میشکستن. مراسم بعدی فالگوش وایسادنه. مردم گیلان در چهارشنبه سوری در گذرگاه ها می ایستن. با شنیدن پنهانی اولین کلمات آبران مفهوم اون رو حمله بر توفیق یا ناکامی خودشون در سال آتی میشمرن. این مراسم فالگوش ایستادن نام داره. و اما درباره قاشق زنی، جوانان و بیشتر دختران گیلانی برای اجرای قاشق زنی به در خونه همسایه ها میرن. با پنهان کردن روی خودشون خواستار هدیه میشن. و اما زیارت اهل قبور، مردم گیلان بر اساس رسم دیرینه در آخرین چهارشنبه سال در اماکن زیارتی و بر سر مزار نزدیکان خودشون در آرامستانها حاضر میشن و با قرائت فاتحه یاد درگذشتگان خودشون رو گرامی میدارن. یکی دیگه از مراسم گیلانی ها پختن گرد بیج ماهیه. گرد بیج ماهی با سبزی پلو غذای ویژه گیلانی ها در شب سال نو. بانوان گیلانی یک روز مونده به نوروز به بازار میرن و ماهی سفید ماده‌ای رو خریداری میکنن. شکم ماهی رو خالی و اشبل یا تخم ماهی اون رو جدا میکنن. بعد شکم ماهی رو با خمیری که از گردوی سابیده شده، سیر، سبزی‌های معطر و رب انار ترش تهیه میشه پر میکنن. بعد شکم ماهی رو با نخ و سوزن میدوزن و سر و دم ماهی رو به هم وصل میکنن و اون رو درون گمج که یک ظرف سفالیه قرار میدن و روی اجاق میذارن تا پخته بشه. اونها نوعی سس از گردوی سابیده شده، سیر و آب انار ترش رو هم برای نرم کردن گوشت ماهی پخته تهیه میکنن. سبزی پلو رو هم اغلب با یک نوع سبزی محلی میپزن. خاویار ماهی رو هم با یک نوع سبزی محلی و رب انار مخلوط
و با اون کوکویی درست میکنن که به اون اشبل کوکو میگن. و اما در مورد رسوم ویژه تحویل سال، مردم گیلان در آخرین ساعتهای سال کهنه و در آستانه حلول سال نو سفره 7 سین یا سفره عیدی رو در اتاقی از خانه با شیرینی و تخم مرغ‌های رنگین، آب، آینه، اسفند و 7 سین که شامل سیر، سبزه، سرکه، سماق، سمنو، سیب، سکه، شمع و چراغ و میوه و شیرینی و آجیله میذارن و با تنقلات از مهمانان پذیرایی میکنن. اومدن سبکپا یا خوشقدم هنگام تحویل سال نو یا صبح نوروز هم در اغلب نقاط گیلان مرسوم بود. مردم فرد خوشقدم رو از قبل انتخاب میکردن و اون صبح نوروز با قرآن، آینه، آب و شاخه‌های گل و شکوفه و شمشاد به عنوان اولین فرد پا در خونه اهالی میگذاشت، مبارکباد میگفت و از صاحبخانه عیدی و شیرینی میگرفت. خوشقدم همچنین خانه پا هم نامیده میشد. قیچی کردن سبزی به ترتیب سن از سوی همه افراد خانواده یکی دیگه از مراسمیه که در گیلان برگزار میشه. همچنین رسم دانه‌های اسفندی رو که غروب چهارشنبه سوری برای سفره 7 سین خریدن بعد از تحویل سال بسوزونن و دود کنن. رسم همزمان با تحویل سکه یا اسکناس در دست بگیرن. مردم عقیده دارن با این کار تا پایان سال دچار بیپولی نمیشن. طبق رسمی دیرین هم خانواده های عزادار گیلانی سفره عیدی نمیچینن. شیرینی، میوه و آجیل تهیه نمی کنن و مهمونشون رو با چای، حلوا، ترک و خرما پذیرایی می کنن. مردم منطقه تالش در استان گیلان برای همسایه های سوگوار خودشون حنا و لوازم سفره عیدی میبرن. سفره میچینن و در اون شمع و چراغ روشن میکنن و افراد خونه رو از سوگ در میارن. در قدیم روزهای عید دید و بازدیدها رونق فراوان داشت. بنا به سنت کهن و دیرین ایرانیان در ایام عید کوچکترها به دیدن بزرگترهای خانواده میرفتن و بچه ها عیدی، سکه، حلوا، شیرینی و تخم مرغ رنگ شده هدیه می گرفتن. و اما درباره 13 بدر، آیین 13 بدر در گیلان هم در کنار دریا و ساحل، لب رودخانه ها و چشمه ها، جنگل ها و کوه ها، حاشیه پارک ها و تالاب ها برگزار میشه. دختران دم بخت برای گره گشایی سبزه گره میزنن و هر یک از اعضای خانواده با انتخاب 7 عدد سنگ اون رو به سوی نزدیکترین رودخانه پرتاب میکنه و این شعر رو میخونن: 13 بدر سال دگر بریم سفر با یکدیگر. یکی از باورهای شرق گیلان، معمولاً املش و اشکور، اینه که برای رفع نحسی در روز 13 صبح زود از خواب بلند میشن و به کنار رودخونه میرن. 13 سنگ رو به آب میندازن و نیت میکنن که نحوست از اونها دور بشه. در بعضی نقاط هم نیت میکنن و خودشون رو به آب میزنن و بر این باورن که اگر کسی در این روز خودش رو به آب دریا یا رودخانه بزنه و شنا کنه، هر گونه بیماری که داشته باشه از بین میره و سالم و تندرست میشه. گیلانی ها به مردمانی خونگرم، مهمان نواز و مهربان معروف هستند. اونها تمام آداب و رسوم غنی خودشون رو از گذشته حفظ و میراث گذشتگان رو به نسل‌های آینده منتقل کردند. آیین نوروزی گیلان هم مثل سایر نقاط ایران نشون از اصالت و فرهنگ مردم این سرزمین کهن داره.
خب عزیزان، به پایان این پادکست رسیدیم. یک بار دیگه سال نو رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. میدونم که شرایط اقتصادی و معیشتی مردم به هیچ وجه خوب نیست، ولی خوبه که حتی با هر شرایطی، حتی برای دید و بازدید کردن و حال و احوال پرسیدن از همدیگه، آیین دید و بازدید نوروز باستانی رو به نوعی پاس بداریم، به دیدار همدیگه بریم. و تنها کاری که شاید در این شرایط میتونیم بکنیم این قضیه است که به بهانه نوروز باستانی به دیدن همدیگه بریم، حال و احوال همدیگر رو بپرسیم و برای همدیگه همدل باشیم. امیدوارم که در سال جدید اتفاقات بسیار خوبی برای مردم ایران و برای کشور ایران بیفته. سربلند و پیروز ایران بزرگ.